هایجا بعد میگیرم با چی؟ با قبرستان، با منزلگاه، با آرامدگی. یا همش قشخور بود یعنی همش قشخور. نه چند کیلو گوشت میکنه میگه؟ گوشت، کارتوشکا بریون، بود کارچه بدست میبینی یا قصابا هن ببینی؟ همش همین برادرای سیاه پوستی ما هن. دوستانی ما با دقت نمارا تا آخر گوش کنی. ما چخیل میریم گوسپند میکشیم میاریم همش جدی در همینجا میبینی خواهش میکنیم با دقت گوش کنی تا آخر خواهش میکنم یاد دقیقه وقت رو نمیگیریم اینو سریع حضور زفترم بچه‌های ما خورد و خوراکشون انشالله این زفتره که بچه‌های ما شرکت زمزم مرست طلو الحمدلله. دوستان عزیز حاضر ما مسئله ابیتی شرکت زمزم یکم روز هم میبینیم چی ابیت میتین در یکم روزی ما مثلا که دهن میزنیم کنیم نان آب ساک بنان پامیدور نه سالتی چومچ خیلی این چی میگم بایمجونه این الفکا حولو با سالات با جوهری نه شوربای صوبای اوتالای خلاصه که الحمدلله هم خیلی خوراکای با لذت پخته تیار کرده است شرکت زمزم ما. مهم اینجا مردم عبادت میان مهم خوردن این نیست اما حرکت میکنه که با حد امکان اوقاتای تاجیکی مغربی عربا اوقاتشون به حد تیز مثل هندیا اوقاتای اما مندی خلافار ندازن یعنی پد زکاس میان ان شاء الله با امروز پگاه ما میریم با گوسپند میکشیم با سیون کنیم برای مپرجا ان شاء الله عیسای شرکت با یک گوسپند میکشیم که تو بتیم شو بخرن یعنی که خروکو و لذت‌تر شون بتیم گوسپند این شرکت با میپزه آخر چون میکنن یعنی که می سرویس نیست با ان شاء الله آخر من در پابلیک چی خدا نگهدار این رقمو خود زنگ بزنید. دوستان عزیز السلام علیکم یک بار دیگه خورد و خوراک ابیتی از زمزم به حضور ان شاء الله دو نمود آش گوشت کارتوشکا بریون با چوم عرب شوربا خاکی سالات گل کاریش با همون شکلی خودش ان شاء الله بیایی چی میگن در خدمت شما ماشاءالله میتونی که بیایی در شرکت زمزم در خدمت است برادرو شما رو ابی دعوت کردید خدا نگهدار با ما اشتراک کنید. انا لله و انا الیه راجعون. الله اکبر. در هر یک نماز قریب 8 تا 10 تا 15 تا 7 تا 6 تا مرده میشه مثلا این جنازه شون میخونن هایجا بعد میگیرم با چی با قبرستان با منزلگاه با آرامگاه میبرن شو خدا رحمت و مغفرت کنه. نه این هم خیلی میبری و میگیرن میبرند دیدی سروبای یک جون نمازی چند خواهد مرده این لله و این الیه راجعون همه شک یک بار جنازه شون میخونن میگیرن شو میرون خدا رحمت بخش زنک هیدی تر زنک بخیر. های دوستان عزیز همه وقت با نماز باشه در کارهای خیر باشه دنیا کرای جنگ جنجال هیچی کرا نمیکنه و اون خاطر همیشه با یاد خدا باشه. این لله و این الیه راجعون این لله و این الیه راجعون. خلاص حیات کرای چی نمیکنه یعنی سورا امروز کار کرده کم کک امره این باری مانده شدی خدا صبرته نعمت مغفرت کنید داشته باشه. بعد نماز بامداد اینه مردم کفتور رو سیر میکنن خلق بی سبحان الله
اینا میدونی خواب اگه شمارش میلیون باشه چند خواب باشه تنها الله میدونه. یا الله کل مسلمان را خصوصا مردمی سربلند تاجیکستان به این جای مقدس آمده نصیب گردون. با چه شفته شدیم. السلام علیکم دوستان مهربان، خداوند حفظتون کنه. امروز الحمدلله و پنجشنبه هست، سفر داریم به گاو بازار میگم که جای فروشی حیوانات گوسفند گاو و شترم خیلی برای که الحمدلله خوراکای زمزم عمر خوب است. برای خوبتر کردنش ما میریم یک گوسفند یا که دو گوسفند است که گوشت نیت هست میخریم در اوقاتو بود در پالیتی که گوشت زیادتر شود با لذتتر شود. اوقاتای تاجیک اچگی چی میگن دهقانی خدمت کرده تو خوراکای حاجیان در شهر مکه انشالله تحقیق داریم. انشالله سفر داریم. خیلی ویدیو را تا آخر با دقت تماشا کنید، دستگیری کنید. این رقم 1673 را که میبینید اینو رقم های که حسنا باز میگم آفیسی ما برای باور کردن تو از پیش دیدن مترو لوبلینا улица Краснодарский 66 корпус 2 рупари бозори торговый центр Москва кафе Баракат ва дига офис мо дар проспект Мир дар бари масҷид ҷои ака Ҳасан ёки магазини Замзам Умра ёки Замзам маркет дурустараш онҷа раве иншаллоҳ аз пеш бибини нарх наворо маслиҳат кунӣ бахроб бехроб инаи 15 числа иншаллоҳ бо парвозони 15 то 16 яъне ки $1300 و $1500 یعنی که $200 خراب بازی می‌کنه. همین شخصی که میاد یکم روز دیگه اون خراب ما معقول نمیشه میتونه میگه که اکجور ما معقول نشه خراب تو همون یک ابد دو ابد سه ابد خوردگی چند دلار اشتری دارم مینوس میکنیم از صدقه سومش میسپاریم. این جاها و شهرهای عربستان و دوستان خدا مایده مایده در این بیابان‌های قاقواق رفته هستیم به سری حیوانات. های تماشا کنید دوستان که همه یه چیزا تماشا کنید نشون دادن نمیتونم فقط به حضور تماشا کنید ببینید که ما چیکار ها باید کنیم یا کرد. خب دوستان عزیز ما نزدیک شدیم به گاو مال بازار یا که جای گوسفندا و بزغاله انشالله خیلی تماشا کنید. خیلی گوسفندا و نرخ نوای عربستان اینجا از اینو خیلی فرق میکنه. اینجا دم دورک هم هست بی دم هم هست. این دمی گوسفنده چند قدر دست سبحان الله چه میگه یه میگه ای ما بگیر باشه شفته شد این گوسفنده عربستان هر جا با برای خودش حقته بتاعت لوايط ديك اللي بتطلع حبه حبه. هذا يحلقها يحلق الشنب. هذه حقت البلاكسي. هذه حقت لوايط. بوی سخت مینه بوی بد نه قشقار نه ایش قشقاری کلان نه که دم دارن. دمی گوسفند چند قدر روزه ای پاش هم داشت دروزه. دوستان عزیز من هازی نوارم میپرتم اما جای استراش نیست جایی که مقصد چخیل گوسفند زخم میکنن پوست فر میکنه و من در تلگرام میپرتم برای که در اینجا یوتیوب دلیل چون میکنه بتونید در تلگرام من در اپیسر ویدیو در کامنتر میپرتم تو بنویسید همونجا بدوید اپیسر سکنید تماشا کنید مقصد درون شد میدازه برای فرامدگی یا همش قشقار بود یعنی همش قشقار شوخدار رو بشو یا با گوسفندای خیلی هم ببینی گوسفندا بزای دموا کش مایگه ها کالته ها اینه چند نمون گوسفنده این بزا کشونه یا جوی که شما ببینی برابر عزیز بگاه گوسفندای روای بزای کلونه اینجا با قشخوره کلونه میدین که نشون دادم قشخوراش $700 بدین $700 ما اون خاطر هم هست قیمت هم هست ارزون. این هم خوراک شو این همی پرس میگیم یا که نمیرش خواهی که میگیرن نمیدونم که یور ایجا میدرون ایجا میورن این علفا رو آورده که ایجا میتین خوراک شو میتین یا بزان اصلا خوراک ها خیلی قیمت هست
این ها ببینید شما را همین شپوشا برای شما برای نشون دادن شما که ببینید تماشا کنید وقتی یا ماشین میاد میدوانیدمش میخوان کلینت میخوان یعنی که اینجا با کارگر داره هر یک شیخ برای خودش کارگر داره میدوان خدمت با بسیار سوداکار با پرمی داره یعنی بالای سومش میتیه نه چند کیلو گوشت میکنه اگر؟ هذا 35 کیلو سبحان الله کلونی ابی سلمان کلونی ابی چند خواهد این ای طرف بی این همه پامیشنی ها میبینی تا آخره دوستان چند کجای گوسپندو هن نگه در هر یک پامیشنی با کلیتکا جدا کردگیم سلام علیکم ماشاءالله یعنی که با همینجا است ممکن 7-8 شیخ جدا شده همین هر یک باکس میبینی یا هر یک شیپونش میگیم با ترکی مثلا میگیم یک شیخ هر وابسته با همون کلیت سه گوسپند بس شد نه با نمره تلفنش موندگی یعنی نه هر طوری جان زکاس منی میکشن روی میکنن یعنی که 89 هم باکس 79 هم خیل چیکار میکنن اینجا علف وارد استیان این قشقوره همی دمدارش کلون دیان هم گوسپندوی دمدارش اینه بای گوسپندو رنگ گوسپندوی خدمه دیان رنگ خدمه نه با کمتر دماش و کلته ترن کردو چی میگن کردوکش میگن اینجا بزان اینه یه گوسفند ها گرفتیم جورا لا بورش کردن بای قصابه لا ما عليك للدرتاي الدرتاي كاين مشده عربای کلون داره گوسفند بار کردیم ان شاء الله میریم سلمان با چی گفتنی شرکت زمزم چی گوسفند داشت کار برشه ها какой текст дар ком чи дехоне бу бу тип чхела буши мисли қишлок бу шахшаш нашин чина анам табқа бу кузами гап занем ам табқа دوستان عزیز الحمدلله دیده که ما گوسفند خرید کردیم الحمدلله از میرم قتل میکشیم برای حاجی‌ها شرکت زمزم که الحمدلله در خدمت های برای شما هر یک قدم شما یک تا چی میکنه سوق خطوطا میکنه یک تا کالتاچت میگیم کاسوچت ژیلت یک که دیگه ان شاء الله برای مادران باشن روی مال که روی مال خطی ندارم ان شاء الله حرکت میکنیم که به سطح اعلی با خوبی و خرسندی بگذاریم اگر حاجی که تو این ویدیو دیدن یا تو این وقت دما اومده بودن یگان کمدی هیچ کار به کمدی نمیشه اگر کمدی بزرگسایی پس که بلندی باز میلیون بار از طرف شرکت زمزم و از لیتسو بگیم از چی میگن از نامی زمزم رو از حرکت شما اولش خداوند بخشش میپرسین ببخشید کلی بنده خطاکار است پروردگار بخشنده را دوست می‌دارد چون خیلی بخشنده است ما را همچنین حرکت میکنیم که ویدیوس و کلیس‌های هستن حرکت میکنیم برطرف اصلاح کنیم به اون خاطر من یگان شرکت یگان راه بلد پس زده نیست همه برادر هستن اما ما حرکت میکنیم در همین شرکت کنیم شرکت زمزم را در خدمت شما در خانه خدا السلام علیکم و رحمت الله اینها اینجا جای کشتن گوسفندای دیدی نکشن ها اینجا وقت قتل میرسونن اوکی اینه گوسفندا کورا میکشن اینه گوسفندا اینجا با میکشن گوشت کیلو میکنن مایده میکنن میبرن انشاءالله همه خیر الحمدلله چون از این اینجا چیکار میکنیم گوسفند آوردیم باید مقصد ذبحش کنن اینو برای ذبح کردن با اینجا اوچراد میستن یعنی که سو میسپارن بعد اینجا میگیرن گوسفند شما را در درون میبرن ذبح میکنن
همه همی خرید ای حاجیان عمره و خیلی بعضش خواجگی دارن اینجا بعضی زندگی میکنن اون کارچه بدست میبینی یا قصابا هم ببینی همش همین برادرای سیاه پوستی ما هم مسلمانان عربن همه سیاه پوستن دوستان از این مسجدی پیش همین گاومال بازارای که در اینجا الحمدلله ما نماز عصر خوندیم در هر یک قدم هر یک جای همین عربستان الحمدلله مسجدهای آباد طهارت خانه ها همه شرایطشون تنج هست نبره بایجا میوگی میفروشن های جایی که جای قصاب خانه میگن جای ذبح کردن گوسفند هست جای طهارت خانه هست مثلا شرایطشون تنج جای تراس میگن چی میگم طرف جده و مدینه و هم طرف میرن میان های داغو باشه گیری که نشون باز ما بعضی سورا نشون میدیم خیلی ما خرید کردیم انشاءالله بسم الله میده رفتیم پناهشون بر خدا طرف مکه مکرمه گاومال بازار همه خاک بارش تا بباره خوبه خداوند برکت داده در اینجا نباشه او مثل وجود نداره سبحان الله تنه یکا همین خوبی همین چی این دوستان عزیز یک کوچه های مکان به حرم چند قیام ده؟ اینجا حرم بیرون میشه حرم سالانه ماشین فروشی شیرینی همین سوال بکنم همین شما که ماشین میزنه نوادنه پراسایت ماشینش زدگی هست میبینید درن کیلوم کپه چای اما بیرون زدگی دوستان عزیز این همه کوچه ها را هم باشا برای شما نشون میده شدم پارکی بوده کل سالانی ماشین شاید مگازین ترگول سنتر دوستان عزیز ساعت همجا نمونه هوا آور که هسته ساز نمیتوان چی گویم که نگفتنم بهتر است اینجا جیتیلی خود شما؟ جیتیلی هم چه چوه؟ با خونه شما چه پاش میدن؟ روخ چه پاش میدن خونه شما میتونه نه؟ نوید اشاره بزن کنیسه همش صرفه کنم عجب من دوستان مهربان ببینی میدونه میده این خونه های عربو این عربو زندگی میکنه ایش بور چپاش ده استراکر نیم کلا کردیم دیگه این دوستان از تونل های تونل میدرو پارا میبرو
که همه میگیم گاستنیسه میگیم هتل میگیم. دوستان عزیز همین گاستنیسه ما ترى اجدای هتل اینا نگاه کنیم. این همیجا باز دستی راست میگردی چی میشه ساعت ولی ان شاء الله ما سیام کم میکنم پول گاستنیسه ما دیگه همش نشونتون میدیم. یعنی درنی گاستنیسه ما اینه همینجا درنی گاستنیسه ها بقى شلیف تا بقى بچه این درنی گاستنیسه ما همینجا برادر عزیز گاستنیسه خوب اس هبجا قبلا گوشت بسپریم من خیلی دوست عزیز. خلاصه که الحمدلله تو تماشا کردیم گشتیم اومدیم هر چی کردیم با خدای خدا با خدای برادرها با خدای مسلمان کردیم. السلام علیکم بعد خود گوش کنیم. خوب دوستان عزیز هر چی که کردیم تماشا کردیم اومده الحمدلله همه را دیدی با خدای خدا با خدای شما بود که تماشا کنیم. کمی هم باشه بعضی بیمارها و معیوب ها و این ولیدای اصلا متاسفانه کم بغلایی که اومده نمیتونن کم کم کوچه های مکه را نشان میدیم تا آخر ما را پیگیری کنیم تا آخری رفتن ما انشاءالله از مکه و مدینه همه را حرکت میکنم نشان بدیم به خاطر اونه که هستن پدرایی که زنگ میزنن مادرایی که معیوبن در خانه فقط تلویزیون میگن بچه‌م نشان بدیم اون خاطر درست ما را بخونه. خوب دوستان عزیز رقمی که در اکران 1673 اکای حسن خدمت شرایط داری خواهش میکنم قرضدار نیستی بیو کسی اومدنی نمی رقم زمزم بیا التماس قرض قبول نکنین نبی خداوند صبر ته مردمی مظلومی فلسطینی از ظلم ظالمین. السلام علیکم و رحمت الله همه تا بخیر اولادش میدارم نوارو را تماشا کنیم من گفتم صور نشون میدم همه شرایطمون